سلام. تا حالا فکر کردی چرا بعضی لحظه ها وقتی خسته‌ای، وقتی عصبی یا حتی وقتی توی شلوغ ترین روزهای زندگیت هستی فقط دلت میخواد چند دقیقه هیچ صدایی نشنوی؟ چرا سکوت اینقدر قدرت داره؟ توی این ویدیو با هم وارد دنیایی میشیم که کمتر کسی دربارش حرف میزنه. دنیای سکوت مطلق، جایی که مغز شروع به ترمیم، بازسازی و پاکسازی خودش میکنه. جایی که ذهن بعد از مدت‌ها بالاخره نفس میکشه. ما انسان‌ها در طول روز بدون اینکه متوجه بشیم هزاران صدا و پیام مختلف دریافت می‌کنیم. از صدای خیابون گرفته تا نوتیفیکیشن‌ها، حرف‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اخبار. مغز ما مثل یک موتور همیشه روشنه. حتی وقتی می‌خوایم استراحت کنیم، حتی وقتی سکوت ظاهری داریم، مغز هنوز در حال تحلیل و پردازشه. اما وقتی وارد سکوت مطلق میشی، همه چیز تغییر می‌کنه. تحقیقات نشون میده که فقط 5 دقیقه سکوت کامل میتونه عملکرد مغز رو وارد حالت بازسازی کنه. توی این لحظه بدن از حالت استرس خارج میشه، ضربان قلب پایین میاد، هورمون کورتیزول کم میشه و بخشایی از مغز که معمولاً بیش از حد فعال هستن آرام میگیرن. اینجا مغز وارد چیزی میشه که بهش میگیم حالت ترمیم طبیعی ذهن. در سکوت مغز شروع میکنه به کاری که توی شلوغی نمیتونه انجام بده. مرتب کردن اطلاعات روز، سازماندهی خاطرات، پاکسازی افکار مزاحم و بازسازی انرژی ذهنی. دانشمندان میگن این مرحله شبیه لحظه‌ای که یک کامپیوتر سنگین بعد از ریست شدن دوباره روانه کار میشه. وقتی در سکوت کامل قرار میگیری چیز عجیبی اتفاق میفته. ذهن که پر از صداها و گفتگوهای داخلیه کم کم آروم میشه. همه ذهنی خاموش میشه و تو وارد مرحله‌ای میشه که روانشناسا بهش میگن پاکسازی ذهنی. توی این لحظه خیلی از فکرهای پنهان که سالها در لایه‌های عمیق ذهن نشستن بالا میاد و برای اولین بار واقعاً میفهمی درونت چه خبره. جالبه بدونی که سکوت موتور خلاقیت رو روشن میکنه. وقتی صداهای بیرونی قطع میشن، مغز فضای بیشتری برای ساختن ایده‌های جدید پیدا میکنه. خیلی از نویسنده‌ها، هنرمندا و مخترعا بهترین ایده‌هاشون رو در زمان سکوت دریافت کردن. همیشه فکر می‌کنیم برای آروم شدن نیاز به موزیک، چای، پیاده‌روی یا حرف زدن داریم. اما واقعیت اینه که یکی از قوی‌ترین ابزارهای آرامش هیچ چیز نشنیدنه. سکوت میتونه استرس رو کاهش بده، اضطراب رو پایین بیاره، افسردگی رو سبک کنه و حتی کیفیت خواب رو بهتر کنه. سکوت مثل یک حمام عمیق برای مغزه. وقتی در سکوت کامل قرار میگیری چیز عجیبی رخ میده. ذهن که همیشه درگیر دنیای بیرون بوده شروع میکنه به گوش دادن به دنیای درون. شاید صدای تنفست رو حس کنی، شاید تپش قلبت رو بشنوی و شاید افکاری که سالها توی وجودت پنهان شده بود بالا بیاد. در سکوت خود واقعیت ظاهر میشه. برای استفاده از قدرت سکوت لازم نیست به جای دوری بری. لازم نیست ساعت‌ها مدیتیشن کنی. فقط روزی 5 دقیقه کافیه. چشم‌هات رو ببند، نفس عمیق بکش، گوشی رو کنار بذار و اجازه بده ذهن بعد از این همه شلوغی برای چند لحظه فقط آروم باشه. سکوت مطلق یک هدیه است. هدیه‌ای که شاید ساده به نظر برسه اما قدرتش فوق‌العاده است. سکوت میتونه ذهن رو بازسازی کنه، خلاقیت رو روشن کنه، استرس رو پاک کنه و انسان رو دوباره با خودش آشنا کنه. پس اگر روزی خسته بودی، اگر فکرت شلوغ بود، اگر احساس کردی دنیا خیلی سنگین شده، یادت باشه گاهی تمام چیزی که نیاز داری فقط و فقط 5 دقیقه سکوت.